در صحبت ما سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان خانم سیوزن الیوت قرار دارم. خانم سفیر خوش آمده. تشکر. نخست خانم سفیر شما رو با فرارسی سال نو میلادی 2015 صمیمانه تبریک میگم و همچنین با مردم امریکا که دوستی عزیز تاجیکستان هست. برای شما این سال چگونه سال بود و چی دستاوردها نایل شده و کدام ها نه؟ From my point of view, we've had many bilateral سال جاری سطح روابط و مناسبات میان ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان ثمرناک بود. یکی از دستاوردهای همکاری‌های سودمند ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان این حمایت مالی لایحه کسا هزار است، چون ایالات متحده برای اجرای این طرح مبلغ 15 میلیون دلار اختصاص داده است و امید است که این کمک نه تنها برای رشد اقتصادی تاجیکستان بلکه برای رشد اقتصادی دیگر کشورهای منطقه از جمله قرقیزستان، افغانستان و پاکستان مساعدت خواهد کرد. اما باید بگویم که نقش اساسی را این 4 کشور انجام دادند و این نشانه خوبی همکاری‌های اقتصادی در منطقه است. همچنین در سال جاری چند لایحه دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مورد اجرا قرار گرفت که یکی از آن لایحه بهتر کردن سطح و صفت و امنیت غذایی برای کودکان و زنان تاجیک است. این طرح در همکاری یوساید و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان عملی می شود و هدف اصلی از این اقدام بهتر کردن دسترسی کودکان و زنان به غذای با صفت است. همکاری های ایالات متحده آمریکا با جانب تاجیکستان در زمینه امنیتی یا تقویت امنیتی مرز این کشور با افغانستان به خصوص جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تروریسم در سال جاری گسترشی چشمرسی کسب کرد. اما در سال روان برنامه‌های هم بودند که متاسفانه به اجرای آن نایل نشدیم، اما به سال آینده به امید نگاه می‌کنیم و اطمینان دارم که حتما جامعه عمل خواهند پوشید. تشکر خانم سفیر. اما در مجموع یعنی سطح همکاری ها رو شما قناعت بخش ارزیابی میکنید. مشکلات میان تاجیکستان و ایالات متحده در سطح همکاری ها وجود نداره. بله. I assess the relationship to be excellent. We have very good cooperation. در حال حاضر سطح مناسبات و روابط و همکاری ها میان ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان را در سطح عالی ارزیابی میکنم. اما همزمان امیدوار تقویت هرچی بیشتری همکاری ها در بخش‌های مختلف میان هر دو کشور هستم. در مناسبات ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان یگان مشکلات را نمی‌بینم، فقط آرزوی قوی‌تر شدن این مناسبات را دارم. چون حالا تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی در پیشروی البته یک تحولات و تغییرات‌های جدی در پس منظر رویدادهای اخیری اوکراین و دچار اختلاف شدن روابط روسیه با غرب هستند و به نظر شما با این حال امکان دارد که بازی بزرگ که سالها باز مطبوعات غربی و همینطور منطقه‌ای آن را همچون مکان سبقت قرار دادن قدرت‌های بزرگ معنیداد کردند شیدت یابد؟ You know, from our point of view, there is no great gain. From the U.S. government's point of view, we encourage Tajikistan and all the countries. در فکر ما یگان بازی بزرگ وجود ندارد، بلکه ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را تشویق می‌کند تا مناسبت خود را با دیگر کشورها رشد دهد، خواه روسیه باشد یا خواه کشورهای همسایه آن. البته تاجیکستان برای ایالات متحده آمریکا مثال خوبی همکاری است و این است که تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا مناسبت خوب دارد. همین طور تاجیکستان با روسیه نیز مناسبت خوب دارد و باید که چنین حالت میان کشورها وجود داشته باشد. من به این نظرم که تاجیکستان نباید در مناسبات کشوری خاصی را انتخاب کند، بلکه با همه از جمله کشورهای همسایه خود و همین طور با کشورهای اروپا، چین، روسیه و دیگر کشورها روابط و مناسبتش را گسترش و تقویت بخشد. خانم سفیر، جانب تاجیکستان بخصوص مقامات بلندپایه از آن رئیس جمهور تاجیکستان از فعال شدن گروه‌های افراطی و تندرو بخصوص دولت اسلامی
خیلی اظهار نگرانی دارند. از نظر شما این نگرانی ها تا کجا هست؟ واقعا مایه نگرانی وجود دارد یا خیر؟ Well, I think the United States is against all kinds of extremism. ایالات متحده آمریکا افراطگرایی از جمله افراطگرایی دینی را محکوم می‌کند. همان گونه که می‌دانید آمریکا با تاجیکستان همکاری خوبی در مبارزه علیه تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر ظهورات نامطلوب دارد که کمک‌های را در جهت تامین امنیت انجام می‌دهد. یکی از راه‌های مبارزه ضد هر نمود افراطگرایی آن است که به آدمان امکانیت داده شود تا از حقوق و آزادی‌های خود برخوردار باشند. چون انسان‌ها حقوق و آزادی و کاری مناسب داشته باشند، به افراطگرایی و تندگرایی دست نمیزنند. به این دلیل بهتر می‌بود تا شرایط و امکانیت برای رشد آزادی‌های انسانی بیشتر فراهم گردد تا بتوانیم از هر گونه عمل نامطلوب برای جامعه پیشگیری شود. اگر آدمان امکانیت بیشتر به تعلیمات و تحصیل، خدمات بهداشتی و اقتصادیات داشته باشند، در آن صورت آنها از افراطگرایی و تروریسم دوری خواهند جست. Decreasing of level of poverty, people are less likely to be engaged in extremism. تشکر خانم سفیر. چون گفتیم در آستانه سال میلادی 2015 قرار داریم، شما عید میلاد مسیح را در کجا و چگونه جشن میگیرید؟ Well, I will be here for the 25th of من به تاریخ 25 دکبر که روز مولود عیسی مسیح است در دوشنبه خواهم بود. اما برای جشن گرفتن سال نو من به آمریکا می روم، زیرا شوهر و هر دو پسرم در آمریکا هستند و حتما همراه آنها سال نو را تجلیل خواهم کرد. So we plan to be together in the US to celebrate the new year. پس خانم سفیر، تمنیات سال نوی شما با مردم تاجیکستان؟ Wish is for peace and prosperity. And I believe that the relationship we have between our two countries will help not only the government but the people. برای تاجیکستان و مردم آن در سال نو میلادی صلح و آسایشتگی را خواهانم. امیدوارم گسترش تقویت همکاری‌های ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان برای رشد اقتصادی و تجارتی مساعدت خواهد کرد و برای بهبود سطح زندگی مردم این کشور موثر خواهد بود. از روزهای اول استقلال تاجیکستان این کشور دوست و شریک آمریکا بود. تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تلاش‌های ایالات متحده آمریکا را دستگیری کرد. من انتظار دارم که روابط و همکاری‌های قوی ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان باز هم ادامه خواهد کرد. مأموریت من همچون سفیر آمریکا در تاجیکستان در آخر سال 2015 به پایان می رسد و من از مردم تاجیک سپاسگزارم که به خوشی و خوبی استقبال کردند و محض با محبت آنها خود را جزء این مردم احساس کردم. آنچه در حافظه من میماند شرکت من در توی مراسم های تاجیکی است و حتی مرا رقص تاجیکی آموزاندند. خیلی می‌ندارم از مردم مهمان دوست و مهمان نواز تاجیک. البته از رفتنم خیلی متاسف می شوم، اما مأموریت آینده من در هر کجایی که نباشد تلاش‌های خود را برای کمک و دستگیری تاجیکستان دریغ نخواهم داشت. چون از رقص تاجیکی گفتید، فکر می‌کنم رقص تاجیکی با کرته‌های ملی مثل اطلس، بله؟ Yeah, and I have. This is from البته کرته اطلسم برایم پسند است. حالا در تنم لباس دارم که چیردستان خوجند آماده کردند. این همه حلاوت می بخشد. نیت دارم که محبت خود را نسبت تاجیکستان برای همه دوستان خود در آمریکا قصه کنم. بار دیگر سال نو میلادی 2015 را برای شما و مردم آمریکا از نام خودم و از نام رادیوی آزادی صمیمانه تبریک میگم. And at the end of our interview, I'd like to wish you a happy new 2015 year to you and to the people of America. همینطور در صحبت ما بودن سیوزن الیوت، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. خانم سفیر، یک جان تشکر. تشکر. سال نوتان مبارک باشد. رحمتی کدام. سلامت باشید.